از موهای ود خود رنج میبرید؟ آیا دلتون موهای صاف میخواد؟ پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. دستمون از راه رسید. این به 2 ماه نمیکشه، من میخورمش مطمئنم. 2 عدد شامپو، توضیحاتشو بعدم بهتون میدم. موهایم تشنه به روغن است. روغن و 2 عدد ماسک مو. اونه که نشون دادم ماسک موی توی همومه، ولی این ماسک موی بعد همومه که بهش میگن همون کرم مو و قبلا گرفته بودمشون، نصف اینو خوردم الان. روغنم 2 تا نداشت وگرنه 2 تا میگرفتم. خب میرم سراغ توضیحات. اول از همه شامپوش که فری سولفاته و به درد افرادی که کراتین کردن مثل من میخوره و همچنین وز مو رو میخوابونه. بعد از شامپو باید نرم کننده یا ماسک موی داخل همومش رو بزنید و بذارید چند دقیقه رو موهاتون بمونه تا موهاتون نرم شه. وقتی هم که از همون بیرون اومدین، بعد از خشک شدن روغنش رو استفاده میکنید. قبل از اینکه خشک کنید هم از کرم موش استفاده میکنید. همه این محصولات رو به اسم دکتر بیز میشناسن، ولی مارک هر کدوم فرق داره. مثلا شامپوش دکتر بیزه، روغنش دکتر بیزه، اینم کرم موش و نرم کننده‌اش هم ویتابلا. حالا این محصولات چجوری کار میکنن؟ این محصولات به تدریج تقریبا در عرض 6 ماه کراتین مو رو تقویت میکنن و باعث میشه موهات خود به خود از ریشه لخت در بیاد. امیدوارم که اینو برای دوستای موفقیتم بفرستید تا اونا هم بتونن از این محصول بهره ببرن. فعلا بای.